که واسد دریای رازم. خب پام خدایا من این فیلمو چجوری بگیرم؟ حالی نیست چی دارم میگم آخه. اصلا لقمه دهن پرکنیه، برای من نیست. من تو ایران هر چقدر فریاد زدم مردم گوش بدید، گوش نده. بیا وینستون ایرانی دستم، یا دارم میکشم. ما ایرانی ها اینا رو تولید میکنیم. بذار بیارم جلو. اینم سیگار خارجی. بله زنگ خورد. ما ایرانی ها اینا رو تولید میکنیم. 90 روز آلمانی. مگه میشه تو 90 روز زندگی تو، مهاجرت تو، همه زندگی تو، عشق تو، علاقت تو بذاری کنار؟ نه. مردم ایران، حالا بهت میگم داستان چیه. نه بهت میگم داستان چیه. قطره چشم، کتاب کردی. اینو پدرم از یکی هدیه گرفت. من بلند شدم به دنیا اومدم تو این زندگی کیری. من تو ایران به دنیا اومدم. اینو ترجمه میکنه پدر من، این ترجمه میکنه و پلیس میگیرتش. بله چرا؟ چون کتاب‌های کردی سیاسی ترجمه کرده که مناسب سلیقه دولت ما نبوده. دفتر اهدافم، آرزوهام سر رسیده، پول دفتر نداشتم برم تک شد. اینم دوباره همون 90 روزه. انقدر با فرهنگ بود الان از بغل من رد نشد، از اینجا رد بشه، از پشت از اون زمین چمنه رد شد. یه گوشی، این گوشی ها داستان داره. یه گوشی بذار من میخوام هم داستان مهاجرت رو بگم، هم خدا کمکم کنه. من لقمه بزرگتر از دهنم برداشتم، من اصلا عددی نیستم. یه جوونی بودم اومدم یه حرفی زدم. سوت، چه سوت قشنگی. من با هزار امید و علاقه، ببین بهت نشون میدم، با هزار امید و علاقه اومدم اینو چیکارش کردم، شاینش کردم. ببین چقدر قشنگ میزنه. زدم ولی کسی نبود. دوباره سوت، علاقم، ناجیگریم، پر، کارت بانک سپه که عکس ماریجوانا قدیشه، چون من رفتم سربازی ماریجوانا دادن دست من. ایرانسه، پرداختی بانک ملت. چیه این؟ عرفان اپتیک. کجا؟ خیابان جمهوری. کارت سوخت. 5 ساعت رسیدم. 5 ساعت رسیدم آلمان. 5 ساعته واقعا. من کارت پایان خدمت. دوباره رسید بانک ملت. چرا؟ چون بازاری بودم، تو بازار کار میکردم. بانک ملت. این جای کلیدی رو خیلی دوستش داشتم، از یه صاحبکارم گرفته بودم، کارگری میکردم ازش. 10 یورو بود، 10 دلار یا 10 یورو نمیدونم. منت میذاشت سر من. چرا؟ چون یه جای کلیدی رو دادم سر جای کلیدی. آخه من نمیدونم. اینم کیف خالی، یه دونه کیف. خب دیگه چی در میاریم؟ دوباره این سوترهای در آورده. این فندکای ایرانی اینا دیگه نیست، اینا خاطره است. اینا من هر جا رفتم یه دونه از اینا به جا گذاشتم از خودم. شارژر که چرت و پرت، بقیه حرفا
گوشی، یه دونه گوشی دوباره پرت میکنیم، 2 تا گوشی دوباره پرت میکنیم. تا الان 3 تا گوشی در اومده. خب کارتام، آها این خیلی مهمه، این زحمت همه. پرداختی بانک اقتصاد نوین، پرداختی بانک چیه این؟ بانک ملت. اگه دروغ میگم اینا ببین، بانک ملت. اینا رو همه دارم پرت میکنم چون پدرم نمیخوره. خب این بانک ملیه، اینا بانک ملی. این کارت موتورم، اگر این موتورمو نفروختم، میترسه آدم به خدا. این کارت بانک پاسارگاد هم، کارت فکر میکنم اینا رسالت باشه چی باشه. اوه ببین اینجا کارت ملی خودمم. البته عکسام بذار ببین. بیا پسی جیبه سوز کارت ملی داشتم. این اون کارت، یه کارت دیگه هم بود حالا خلاصه نمیدونم. این کارت بانک رسالت هم. بانک ملت میشه باهاش کار کرد ولی تو ایران همه اینا تو ایران جواب میده، همه اینا تو ایران آنتن میده. بیا کارت بانک سامان، بانک سامان، کارت بانک صادرات، کارت بانک اقتصاد نوین، حرفم، علاقم، انگلیسی، فارسی، آیلتس گرفتم، افتخار میکنم، نجات طریق شدم. حرفم، علاقم، کارت مترو، کارت بیارتی، کارت بانک ملت، کارت پارک بسیج، اشتراک داشتم تو پارک بسیج. دوباره کارت سوخت. آره من 2 تا کارت سوخت دارم. سویچ موتورم، سیم کارتام، رسید بانک ملت، رسید پرداخت الکترونیک همراه بانک، رسیدهای مختلف، شماره 0912. بله ما 12 خرید و فروش میکنیم، ما با تمام دنیا فرق داریم. گوشواره حالا اینم عوض میکنم. خب لیر ترکیه. این کیف تموم شد تقریبا. این کیف من خالی شد. میدونی من این فیلمو پر میکنم، من برام مهم نیست چون تمام زندگیم شاید برای تو مسخره باشه. یعنی واقعا اومدم بین این کسایی که خارجی هن. چون ایرانی هموطن خودم نمیذاش حرف بزنم، واقعا نمیذاش حرف بزنم. یعنی تا یه چیزی میگفتم یا میترسید یا مسخره میکرد یا بی فرهنگ بازی در میآورد یا هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. بنده خدا فقط درک میکرد. حالا من کاری ندارم، من شما رو مقصر نمیدونم. من خیلی زندگی پیچیده‌ای داشتم. ببین لالوی همتون اینجوری لالو دیدم، نمیدونم زبونم هم نمیچرخه. چرا زبونم نمیچرخه؟ چون زبون فارسی رو هیچ کس درست حسابی نمیدونه. یعنی من الان اومدم تو فرودگاه، خدا سرشاهده، بهشون میگم I am Persian، میگه چی؟ میگه عربی. عربی. ما عرب نیستیم، ما نجات پرست هم نیستیم، ما ایرانیم. چرا نداریم؟ ایرانو چرا فراموش کردیم؟ بین همتون تو ایران بودم، برگردیم سر بحث اصلی. بین همتون تو ایران بودم، از ریز و درشتتون رو گشتم، دیدم. بین خانوم‌های جامعه بودم چون کارم با خانوم‌ها بود، بین آقایون جامعه بودم چون کارم با آقایون بود، بین کودک‌ها بودم چون یه مدتی کار کودکانه می‌کردم. از 11 سالگی زندگی من اینه. فقط جمهوری اسلامی منو درگیر کرده. من چی کارم؟
من یه آدم عادی هم میخوام زندگی کنم مثل اینا دارن میچرخن. امروز 2025 بزن ببین. من خودم فیلماشو میگیرم. اومدم اینجا دلم نیومد جشن اینا رو خراب کنم. میتونستم برم رو سن فارسی حرف بزنم. بلنگو آوردم، بیا بلنگو آوردم، میکروفون در آوردم، همه چی با خودم آوردم توی اینجا. برام مهم نیست کی داره راجع به من فکر میکنه. اکثرتون منو میشناسید، از تهران گرفته نمیدونم مشهد، سمنان، کرمانشاه، هر چی که تو بگیم، شمال، اردبیل، تبریز، اصفهان، کاشان، محله های تهران، محله های همه این شهرها، همه رو گشتم. به خاطر چی؟ به خاطر که خانواده من سیاسی هن. مسخره است. چرا؟ چون یکی از خانواده فلان کسمون تو فلان جا کار میکرده، یکی از خانواده فلان کسمون تو فلان جا کار میکرده. اینا رو فقط ایرانی ها میفهمن. چون من الان میترسم بگم، حرفمو بزنم، میترسم. من دلم نیومد حق اینا رو ضایع کنم، دلم نیومد جشن اینا رو به این بزرگی رو خراب کنم. میتونستم برم بگم برای انسانیت، برای حقوق بشر، بگید این کار رو بکنید. اینا هم با کمال میل قبول میکردن. من خیلی کار رو انجام دادم. وقت برای معرفی من هست. بذار من راجع به مهاجرت یه چیزی بگم. بذار من بگم. صبر. میکروفونم قرار بود وصلش کنم باهاش صحبت کنم، اما برق نیست اینجا. چرا؟ مثل اینجا مثل ایران نیست. برق گرونه، برق ارزون نیست. من واقعیت ها رو دارم میگم. هر چیزی که اتفاق برای من افتاده رو میخوام بهتون بگم. این هم برای من بیارزشه، چون میکروفون به دردم نخورد. چون برای امروز کلی تلاش کردم، دوباره فندک، دوباره خودکاری که همه توی این بازار پره. گوشی دوباره HTC، این مال بچگیام بود. پول، عکس و کبریت. خیلی داستان داره اینا. 1000 تومانی دلم براش تنگ میشه. همین کسکشی که ما رو عذاب داد، همین این آقا. برام مهم نیست کی راجبم چی فکر میکنه، واقعا برام مهم نیست. چون زندگیم رفته، چون 3 بار خودکشی کردم 24 سالمه. کوروش یادتون نره ما کی بودیم، چی شدیم. این چیه؟ نمیدونم چیه. چرت و پرت. بیا فاکتور ایران یه قلوب بخورم، خسته شدم. چهارده سالو من زج کشیدم، گریه هامو کردم، خونه دل خوردنامو خوردم، وسط شما بودم. چند تا کشورم خدا به من لطف کرد گذاشت با بی پولیم برم. تو فقر بودم، تو کثافت بودم، تو آشغال بودم، بالاترین جا بودم، نیاوران بودم، افسریه بودم، پیروزی بودم، آجودانیه بودم، تجریش بودم، شوش بودم. همه جا رفتم، همه کار کردم. حق ما این جوونی ما رو ترکوندم. اونایی که دستشون به دهنشون میرسه خدا رو شکر، خدا همیشه بهشون بده، انشالله به 10 برابرش برسیم. اما حرف دل منم بشنو. تو این دل من خیلی غم انگیزه. به خدا از همتون ضربه خوردم، قسم میخورم. این پشت جشنه،
ولی واقعا من دلم به جشن نیست. منم میتونستم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه بیام بلاگرشم، بیام بگم آلمان سرده، فلانه، زیر فلان جا کنسله، فلان کار، فلان چیز، فلان. خیلی کارا میتونستم حرفای تکراری بزنم، اما واقعا اینجوری نیست. توجه کنید، من حتی برای این زحمت کشیدم، برای خریدن همین برای این من زحمت کشیدم. چرا؟ پول دادم، 30 یورو بابت این دادم، 30 یورو دادم که فقط حرفم شنیده بشه. 2 میلیارد قرض کردم، 2 میلیارد تومن من که هیچی ندارم قرض کردم. خدا رو شکر زندگیم خوب بود، ولی 2 میلیارد تومن نداشتم چون جزو فقیر جامعه بودم. دیگه از این واضح‌تر بیام بهتون بگم؟ دیگه الان از هیچی نمیترسم، چون قبل از اومدن هم قشنگ خنده داره. جمهوری اسلامی اومد قشنگ با ماشین منو زیر کرد، کسی هم مهم نبود، اصلا کسی نیومد جلوش، براشون مهم نبود، عادی بود این چیزا. خلاصه براتون بگم که این من 30 یورو برام تموم شد. 2 میلیارد تومان قرض کردم از خانواده های مختلف. یک کیفمو خالی کردم، یک کیف دیگه هم موند، دارم خالی میکنم. جورابم، وای جورابم. حالا میرسیم به سر اصل مطلب. پاور بانکم که رو هوا زدنش توی تهران، یه بار دیگه رفتم خریدم، خیلی دوستش داشتم اما سنگی بود، تو فرودگاه میخواستم بذارمش زمین. حالا برگردیم سر اصل مطلب. این همه مدارک من با خودم آوردم، اینا مدارکیه که جمهوری اسلامی برام درست کرده. اینا ببینش. خب شاید بپرسید چی درست کرده، بذار من این نور رو تنظیم کنم. باید همتون بشینید پای حرف من، چون حرف خیلی مهمی دارم. حرف من اینه که این کتاب رو من نوشتم، این دفتر رو من کلش رو نوشتم، اومدن کندنش، اومدن دزدی تو خونه من. خونه داشتم مثل بقیه شما، زندگیمو میکردم، سعی کردم اصلا دخالتی نکنم تو کار حفاظت اطلاعات. به من چه ربطی داره؟ اصلا مردم کی به کیه؟ مگه همه نمیخوان دزدی کنن؟ مگه همه نمیخوان سر هم دیگه کلاه بذارن؟ مگه همه نمیخوان در این یکی بمالن؟ مگه همه نمیخوان صدای، اصلا فکر میکنن فقط خودشونن؟ مگه همه اینو نمیخوان؟ بذار منم میگم دیگه، بیا پارش کردم، میبینی؟ اینا رو باید بندازم دور، به دردم نمیخوره. میخوام دونه دونه فقط بهت بگم. بیمه پاسارگاد، بیمه، آره درسته، بیمه پاسارگاد، بیا بیمه عمر کردم خودم. دوباره کتاب حرفم آیلس، تبلیغات، همه اینا هنرهای ایرانی. میبینی؟ ما خیلی جا میتونستیم پیشرفت کنیم ولی خودمون نخواستیم. با همین کارهایی که سر من در آوردید، این نه فیلمه، نه هوش مصنوعیه، نه کسی به من تیتاب داده، نه کسی به من پول داده اینو بگم. من فقط نمیفهمم که چرا منو درگیر کردین. من بچه، من 11 سالم بود، اینقدر بودم، نگاه کن، زوم کردم تلفن، اینقدر بودم. من شاهد ارتفاع مادرم بودم، از 12 متر پرتش کردن پایین، من شاهد اون بودم. تو منو کشتین. من کسی هم که دلم نیومد برم جشن اینا رو خراب کنم، برم رو سن این حرفا رو بزنم. میتونستم این کارو بکنم، دلم نیومد. میتونستم برم دزدکی برق همه جا رو قطع کنم، دلم نیومد. چرا؟ چون اونا خارجی هن، اصلا براشون مهم نیستن آدمای دیگه. حقوق بشر اگه وجودی داشت میومد میگه آقای مردم ایران چی شدید؟ خانوما چی شدید؟ ما زنامون دارن کشته میشن، مردمون دارن کشته میشن، رفیقای خودم قطع نخاع شدن، رفیقای خودم نقض عضو شدن، خودم داشتم میمردم. قبل از اینکه بیام من چند ساعت رسیدم،
قبل از اینکه بیام پای منو زدن ترکوندن، دست منو زدن ترکوندن. دروغ نمیگم، من اصلا نمیخوام بهتون دروغ بگم. دروغ برای من فایده نداره. من بلاگر نیستم اینقدر چیزان فیسان نداشته باشید. فقط حرف منو گوش بدید. تو رو خدا وضعیت جدیه. آدما دارن میمیرن. نمیدونم به چه زبونی بگم. این چیه؟ ببین من میارم جلوی شما که نگید دروغ میگه، این اصلا بهش شیرکیک دادن، فلان دادن، بیسان دادن. این بیمارستانه. این چشممو ضعیف کردن. میبینی؟ رسید پرداختش هم هست. چشم منو ضعیف کردن. قطره ریختن تو چشممو ضعیف کردن. خداحافظ چشم ضعیفی. اینا که من مادرمو از 12 متر پرت کردم پایین. خودمو کلی شکنجه دادم. نمیدونم از کجا باید شروع کنم اصلا. چی باید بگم؟ احساسات من چیه اصلا؟ خانواده‌مو ترکوندید. حتی فامیلای من تیر خوردن. بابا چرا براتون مهم نیست؟ واقعا چرا براتون مهم نیست؟ پس حقوق بشر کدوم گوریه؟ پس آقای ترامپ چرا میگه من میخوام دنیا رو به صلح و دوستی برسونم؟ دروغ داره میگه. خلیج فارس شد خلیج عربی. صبر کن بهش میرسیم. من حرف زیاد دارم. لوح تقدیر پدرم، وزارت کار پدرم رو زدن ناکار کردن، از کار بیکارش کردن. اینا همه مال پدرم. دیپلم، اینا مدارک پدرمه، مدارک جمهوری اسلامیه، دونه براتون باز. نمیخوام وقتتون رو بگیرم. فکر کنید بزنید بره. فکر میکنید مثلا من انقدر ایرانی‌ها چیز ثابت کردن دارن، همش باید به هم ثابت کنیم. موزیک که من عاشقشم. خداحافظ موزیک. چرا؟ چون باید مثل سگ کار کنم تا بتونم این پولایی که دادم و قرض کردم و برگردونم. دوباره باید قرض کنم، از قرض بدم به قرض. اینجوری ما زندگیمون رو میچرخونیم. لوح تقدیر، خدا شکرت ما زندگیمون طرفکنده نبود، اما یه کاری کردین شما مردم ایران من اذیت بشم. این برای پدرم. پرونده مالی پدرم، پرونده بازداشت پدرم، پرونده همش دست منه. فقط نامرد نباشید نرید سراغش. من این کلیپو میذارم، این ویدیو رو میذارم، نامرد نباشید نرید سراغ بقیه آدم. ما خانواده هامون دارن میمیرن، کسی هم براش مهم نیست. من نمیدونم چجوری بگم. تو رو خدا نرید، تو رو دین و ایمونتون نرید. جون آدم ها ارزش داره، بی ارزش نیست. فقط دارم اینا رو میگم. ببین اینا مدارک ایرانم. این همه تلاش کردم، من پسر خوبی بودم، کار کردم، زحمت کشیدم، از تنهایی ساختم طلاقنامه، از بچگی سعی کردم. 11 سالم بود به موزیک علاقه داشتیم. خانواده ما هنری بودن. سیم کارت ایرانسل، شناسنامه، پاسپورت قدیمی، باهاش چند تا کشور رفتم، بهش میپردازیم. کشمو که مو هرمونه، پرداختی بانک، سند خرید خودرو، قولنامه‌ش البته، پرداختی بانک. میخوام بهتون واضح بگم مدارک تحصیلیم نذاشتن درس بخونم. میدونی چرا؟ چون میگفتن دینت زرتشته. اصلا زرتشت دینه مگه؟ زرتشت راه انسانیته. اصلا به من چه؟ من نمیخوام شیعه باشم. اصلا شیعه کردن منو.
چه فرقی داره؟ وقتی همه‌شون دارن آدم میکشن، وقتی حقوق بشری وجود نداره، وقتی همه دنیا فیتیش اینو دارن که آدم بکشن، ما چیکار کنیم؟ بیا مدارک تحصیلی نذاشتن درس بخونم تا فکر میکنم سوم راهنمایی خوندم، راهنمایی هم گذاشتم رفتم یک کشور دیگه اونجا درس خوندم. مدارک تحصیلی و نه، این مدارک دادگاهیه، دادنامه است. چرا؟ چون باید بیا اینجا جواب پس بدی. چرا کتاب نوشتی؟ بسخول تو باید افتخار کنی یه جوون کوچولو داره کتاب می نویسه. کتاب نوشتم، همه رو ترکوندن، همه رو جر دادن. استخر ناجی بودم، شنا یاد میدادم. معمولا آب ورزش خیلی خوبیه، من اینا رو جدا میذارم که قاطی نشه. مدارک قولنامه خونم، خرید سیم کارت، دفترچه بیمه و خیلی چیزایی. خب بهتون بگم اینا اینجا بی‌معنیه. خرید لباسشویی دو، خودم کار کردم، بیمه موتور، بیمه ماشین، استخر، میبینی؟ همش هست. این چیه؟ تو هلال احمر، این پاسپورت هم تو هلال احمر من رفتم دوره دیدم، به مردم کمک میکردم. چرا؟ چون میخواستم یه روزی به خدا بگم من با خدا بستم، من با خدا اینجوری بستم. چند ساعته رسیدم هامبورگ؟ زیادم نمیشه، چند ساعته رسیدم هامبورگ. پام زخمیه، دستم زخمیه، همه جام درد میکنه، اما واقعا میخواستم این کار رو بکنم، برم جشن اینا رو خراب کنم، ولی دلم نیومد، واقعا دلم نیومد که بقیه مردم رو به گریه بندازم. به حال خودمون گریه کنیم، یعنی به حالی که خودمون برای خودمون ساختیم گریه کنیم. مگه حق ما نیستیم گردش؟ هنوز ما درگیر اینیم کوچه بغلی ما رو نگاه کنه بریم چش چش بشیم بگیریم بزنیمش؟ میشه که؟ هنوز ما درگیر اینیم که مثلا محله بغلی چی گفته؟ ما باید نسل جوونیم دیگه، ما باید بسازیمش. اگه ما نسازیمش کی باید بسازش؟ به من بگو. خارجی ها که به فکر ما نیستن، ما خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم. خیلی کارهای اشتباه داریم میکنیم، نباید انجام بدیم. الان باید وقتشه بریزید بیرون. توافق که اونجوری یارو آبرومون رو برد، تو کل دنیا همه ما رو ایرانی سگشون میدونن. انقدر تولید برده کردن برای ما، هم دارن استقبال میکنن، هم راضی هن، هم مثلا سکوت کردن. پس کی معترضه؟ من اشتباه کردن، ساراها، نیکاها مردن، مهسا امینی هیچی براتون مهم نیست؟ واقعا نمیدونم، واقعا براتون تأسف میخورم که هیچی براتون مهم نیست، فقط خودتون رو میبینید. حتما باید بیان پدر مادر خودتون رو بگیرن، حتما باید بیان خواهر برادر خودتون رو بگیرن دور از جونتون ها، حتما باید بیان اینا رو بگیرن که به خودتون بیای. یه دست و دست که فایده نداره. سخن هم که همه تو ماشاءالله تو مجازی اینستا پینستا و نمیدونم تیک تاک همه دارن پر میکنن، همه تون دارید میبینید. پس چرا نشستین؟ حتما باید آدم های بیشتری بمیرن؟ نمیدونم، شاید هم همینطور باشه. هلال احمر، اینجا از آقایون سپاه اینا ها، نگید دروغ میگه، لوح تقدیر گرفتم به خاطر اینکه آدم خوبی بودم، نه اینکه مثلا خایمالی کرده باشم مثل بعضیا. نه، حکم قهرمانیمه، با افتخار دارم میگم برای ایران قهرمانی آوردم. درست سوم شدم، باختم، اصلا نبردم، ولی شرکت کردم، لامصب تونستم. من 24 سالمه، 3 بار خودکشی کردم، بقیه اصلا امید ندارن. دخترامون، پسرامون همه درگیر موادن، همه درگیر کس و شرن. دیپلم آرایشگری مدرک جور کردم برای نجات غریق. سورفینگ این
و نجات غریق نیست. این سورفینگ اسکی روی آب. پولدار نبودم و رفتم فقط خدا کمکم کرد دوره موره شد دیدم. این هم مدارک استخر و اینا همش بی‌معنی، اصلا بادم ببرتش برام مهم نیست. پاسپورتمه، نمیدونم گواهینامه‌مه، نمیدونم دیگه چی برات بگم، آزمایش خونمه، این اصلا برام دیگه مهم نیست. ادامه میدیم. شروع کارت ویزیت بابام بود. از کار بیکارش کردیم، بدبخت داشت. بی پول ترین آدمش کردیم. بانک اقتصاد نوین. بترسید، از خدا بترسید. خدا وجود داره. خدا من کسکشو فرستاد بهتون بفهمونم. منو فرستاد احساسات خودم و خانوادم رو بیان کنم. نمیدونم لب مرز این فکر میکنم، لب مرز ایران و ترکیه است، نمیدونم. کارت ملی قدیمی، اکسسوری، چرت و پرت، پاسپورت، دوباره چرا هویت های مسخره، ایرانسل. میبینی؟ این الان به چه در من میکنه؟ هیچ. مهاجرت که این همه زندگی کردیم، این همه مدارک من با خودم آوردم، لباس نیاوردم با خودم، ولی خواستم اینا رو بیارم که بهتون بگم که زندگی که ما میکنیم بیفایده است. چجوری بهتون بگم؟ خدا چجوری بهتون بگه زندگی بیفایده است تا نریزید بیرون؟ وقتی اینا بمونن همین آش و همین کاسه است. خیلی ها کشته میشن، خیلی ها میترسن، ترسو هستن، زندگی خودشونو دارن. ولی شما انسان ها هیچ تاریخی اینجوری نکرده با ما. من نمیفهمم چتونه. هیچ تاریخ، مگه خدای ما، مگه شاه ما، خدای ما نداد به ما شاه؟ مگه شاه ما کمک نکرد به بقیه کشورها؟ بقیه کشورها کجا هن؟ من چیزی اولوش 30,000 یورو خرج کردم، این نیفته، 30,000 یورو خرج کردم که فقط امشب اینجا باشم بهتون این کلیپ رو بگیرم. ندارم دیگه. کل زندگیم رفت، کل زندگی چندین آدم رفت، خانواده رفت، خودشون به من دادن. من نه از کسی پول گرفتم نه چیزی، فقط شرایطم سخت‌تر از تو بوده. هموطن من، دوست من اگه فوش میدم ببخشید، من نمیدونم کجا، نه بگم این گرفته منو دمش گرم، ولی این پشت جشنه. من فکرم کجاست؟ جشن کجاست؟ منم میتونستم مثل قیلیا بگم بیخیا، به من چه؟ منم میتونستم. فکری نمیتونستم؟ منم میتونستم برم دختربازی. الان دختره بهم گفت با احترام اگه بیای با من سکس کنی باهات سکس میکنم. من اصلا یه چیز دیگه دارم فکر میکنم. من از مرگ برگشتم، هفته پیش داشتم میمردم. براتون مهم نیست؟ به خیلی ها پیام دادم، به خیلی ها گفتم بیایید کمک من کنید. خانواده من اسیر شدن، خانواده من گیر کردن، خانواده هامون گیر کردن. بهشون گفتم، توضیح دادم، ولی چون بچه بودم اول میپرسیدن چند سالته. من همیشه مشکل اینو داشتم، چند سالته این حرف رو میزنی؟ 25 سال، 6 سالمه، 28 سالمه، 30 سالمه. هنوز دهنت بو شیر میده. برو حالا راجع به سیاست بعدم بخون. کسکش، مملکت داره به گاه میره. چجوری میخوایم بهت ثابت کنیم؟ خامنه‌ای بس کن. چقدر جوونای ما رو کشتی.
هر شب خونه دل دارن میخورن. کردا، لرها، ترک ها، سیستانی ها. بندر این اتفاق براش افتاد. اصلا مردم خارجی به یه ورشون هم نی. خودتون باید یه کاری بکنید، خودمون. من اینجا نمیدونم کجا باید برم. چند ساعتم اومدم، چند ساعته نرسیده بودم هامبورگ، تازه رسیدم هامبورگ. خدا رو شکر من با خدا بستم که این ویدیو رو من بتونم بگیرم. پول هیچی نداشتم، گوشی نداشتم. الان چند تا گوشی در اومد از اول ویدیو، حالا ادامه داره این گوشی ها. گوشی نداشتم، امکانات نداشتم، هیچی نداشتم، هیچ کس هم نمیشناسم، هیچ زبونی هم بلد نیستم. مدرک تحصیلی من تا دیپلم فوق دیپلم رفته. الان تا دیپلمش رفتیم. من از شما هم خدا وکیلی چرا اینقدر بی‌رحمید؟ چرا تا یه جوون میبینید پشتتون رو میکنید بهش؟ من برای خانواده‌ام این اتفاق افتاد، برای خانواده های دیگه دوستام تیر خوردن. اصلا یه جای دیگه اید. مثلا یکی میاد میگه من اینم تیر خوردم، میترسید ازش. چرا؟ تیر خورده، برای شما جنگیده. فکر کردید اونایی که فقط رفتن جنگ ایران و عراق اونا جنگیدن؟ نه، اینا شهید شدن. ما امام حسین رو باید بیخیال شیم، بیخیال باید بشیم. باید سارا و نیکا و مهسا امینی و کورکور و این همه آدمی که کشته شدن، ما باید اینا رو دریابیم. بابا کشته شدن، نمردن، کشته شدند. جدیه دیگه. چجوری بیام بهت بگم؟ کل این محله الان همه آپارتمان اومدن بیرون دارن منو نگاه میکنن. برا مهم نیست، چون امروز روز آزادیه. فریدام. ادامه میدم. چیزی افتاد. این رم کوچولوها، این قدیمی ها، اینا رو من با خودم آوردم. بیا، گواهی نامه، گوشی، آیفون. واو چقدر کلاس داره. افتاد. سامسونگ افتاد. اینا همه توش سیم کارت ها، همه دارن کار میکنن، تا الان مثل قاچاقچی ها زندگی کردم. دوست دخترم میگفت کسکش مگه تو قاچاقچی انقدر چیز میز داری، گوشی داری؟ گفتم چی کار کنم؟ من بیام برای این توضیح بدم؟ دفتر اهداف جدیدم، پاسپورت دوباره. یا این پاسپورت بچگیمه. کل بچگی میرفتم عراق. بی‌معنیه. دفتر اهدافم که سفیده. این کیف داست سکسی توشه، تولید کردم. چون تولیدش کردم اومدن گفتن تو نمیدونم مفسد فی‌الارضی، و چون سوتین تولید میکردیم میگفتن شما مفسد فی‌الارضی. سوتین خنده داره ها، کار من لباس بوده. چون سوتین تولید میکردیم میگفتن شما مفسد فی‌الارضی، شما باید این یه شرکت زده بودیم اینو ثبت کردیم، فعلا که درگیرش. من الان خیالم راحته، حداقل پیش خودم دارم این ویدیو رو میگیرم. نمیدونم بقیه نگاش کنن تأثیری داشته باشه نداشته باشه، برای خودم دارم میگیرم، برای زندگی خودم. اصلا نه اینستا دارم، نه یوتیوب دارم، نه چیزی، ولی میزنم به نام سپهر آزادی ایران. چون امروز روز آزادیه، چون من با خودم اومدم آزادی رو آوردم. هر جا رفتم آزادی بوده.
هر کاری کردم، از سربازخونهش بگی، تو سربازخونه تایم ورود سربازا رو از 4 صبح کردمش 8 صبح 9 صبح. مدرک نجات غریقم. اینا مهمه، نمیخوام پرتشون کنم چون به کارم میاد. مدرک ماساژم، مدرک دوباره نجات غریق، قهرمانی، گواهی نامه سورفینگ. آها رسیدیم به عکس‌های مهم. ببین من همه چی برام مهمه، اما اینها رو میخواستم دونه دونه به شما نشون بدم. نگاه کنید، بذار ببینم زاویهش خوبه. آره نگاه. بله اینا رو قشنگ نگاه. اینا رو میگم، من اصلا به فارسی میگم چون زبون فارسی رو این خرافات ایران، چون زبون فارسی شده این. ببینی قشنگ ببین، شده این. شاه ایران رفته شده این. بقیه کشورها کدوم گوری هستن نمیدونم. این همه شاه کمک کرد، خلیج فارس تو فارس نگه داشت. الان یکی دیگه اصلا داره میاد یه قانون دیگه داره میذاره، اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست. اصلا ما براش مهم نیستیم. مایکل جکسون ما دوستش داریم، ما خیلی دوستش داریم. ما نه شاخ داریم نه دوم داریم نه چیزی. ما خیلی این آدم رو دوست داشتیم، باهاش رقصیدن، دهه 60مون باهاشون ایروبیک میرفتن. آستین کوتاه مد نبود، یعنی میپوشیدن، یعنی مد بود، میپوشیدن باید دستشون رو رنگ میکردن اون تایما. ولی مردم ما اینو با جون دل گوش میدادن و تو درد و رنجی میرقصن. حالا نگاه کن دارم این کجاست؟ بله ما یه روز شاه داشتیم، شاهمون خدا رحمتش کنه، آه اون مرد پشت ماست. حالا نگاه کن، میگی نه، قشنگ نگاه کن. تاریخ فراموش نمیکنه، تاریخ اینا رو فراموش نمیکنه. همه اینا انسان‌هایی بودن که اسمشون به جا مونده. اینا افسانه نبودن، اینا تاریخ ما بودن، اینا همه کس ما بودن. اگه ما افتخار باید بکنیم به ایرانی بودنمون، یعنی باید از سر این آدما افتخار کنیم، چون که خودمون خامیم، سیدی خامیم. الان من انقدر خجالت میکشم، زبون بلد نیستم حرف بزنم. زبون پرچم شیر و خورشید، جان من فدای من، ایران من فدای من فدای ایران. ما ایران خیلی دوستش داریم، خیلی قدمت داره، خیلی قدمت داره، خیلی قدمت داره. ما قدر خودمون رو نمیدونیم، مردم جهان ما رو نمیشناسن. یه کاری کنید بشناسن. چه فرقی داره براشون؟ ما دوستشون داریم. ما چرا باید ازشون محدود باشیم؟ اقتصادمون الان، بازار ما کساده. من چند ساعت رسیدم دیگه، ایران بودم. بازار ما کساده، ولی تاریخ داریم. تاریخی که همه بهش میبالن ولی هیچ کس بهش گوش نمیده. آشغال میریزیم تو خیابون، صف و رعایت نمی کنیم، خیلی کارا داریم میکنیم، به بیراهه داریم میریم. جوونامون یه جای دیگه هست، پیر مردمون تو دزدی هست، زندگیامون درب و داغونه، پسر داغون، دختره داغون، خودکشی، آدمکشی، هزار تا چیز دیگه. من حسمو چجوری باید بیان کنم؟ میگن هوش مصنوعی کارتو انجام میده. به خدا سرشاهده 1 سال دارم با هوش مصنوعی کار میکنم، نمیتونه جواب منو بده. فقط ما مردمیم که میتونیم به هم کمک کنیم. این کتیبه ها رو میبینی؟ اینا تاریخته. اینجا من 80 یورو دادم اینا رو تا برام چاپ کنم. چرا؟ چون زبون بلد نبودم، کردم تو پاچم. آزادی از انقلاب تا وایسا
از انقلاب تا آزادی مسیر زیادی نیست. قبلا 5 تومن میگرفتن، الان 30 تومن فکر میکنم میگیرن تاکسی ها. بعد سر هم دیگه هم کلا میذارن، بعضی هم سر 5 تومن دارن دعوا میکنن. کوروش بزرگ خلیج فارس. من که دیگه نمیتونم چیزی بگم. ترامپ بالای کاره، اسلحه داره. خامنه ای اونور کاره، اسلحه داره. دم آلمان گرم، خدا وکیلی خیلی دوستش دارم این آلمانو. از مادر من مراقبت کرد. Können Sie mir mal sagen, junger Mann, was Sie hier veranstalten? Okay. Räumen Sie das bitte mal alles zusammen oder wollen Sie den Müll hier liegen lassen? Zusammenräumen. Okay. Ja, und zwar ziemlich plötzlich. باش. Okay. Ja? Ja, Alles. Dankeschön. Den ganzen Müll hier. Okay. Haben wir uns verstanden? danke schön. Ja, das ist hier unsere Haustür und solchen Müll brauchen wir hier nicht. Jetzt. Okay. Ja? Okay. Alles. Den ganzen Krempel packst du ein. من ادامه‌شو میگم.